کسی که در خدمتون هستم با توجه به اینکه سیکونیسم جهانی یک بال پلید و شیطانی در سرزمین ما به نام فرقه ضاله بهائیت داره و در روزهای اخیر هم شاهد هستیم که این فرقه گمراه در یاری رسوندن به اربابان خودش کوتاهی نکرده و در فضاهای مختلف، چه فضای مجازی که بیشترین در واقع دسترسی رو داره و چه در فضای حقیقی اقداماتی رو مرتکب شده که دوستان فرمودن که بحثی رو پیرامون نقش و جایگاه فرقه ضاله بهائیت در این فتنه داشته باشیم که بنا شد از آن نکاتی رو البته لازم به ذکره که در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت اگر بخوایم مسائل و نکاتی رو عرض بکنیم طبیعتاً مقدماتی لازم هست که به اونها بپردازیم و پیرامون اونها صحبت بکنیم و شاید بدون اون مقدمات هر گونه بحث ناکافی و در واقع مبهم به نظر برسه. در گام اول بعد این عرض کنیم که بهائیت از ابتدای پیدایشی که داشته تا به امروز با چالش‌های جدی و اتهامات بسیار مهمی روبرو. یکی از اون اتهامات ارتباطات این فرقه با استعمار و قدرت‌های خارجی است. تردیدی در این مسئله وجود نداره. تمام کسانی که پیرامون بهائیت پژوهش کردن، کار کردن که اگر استعمار نبود، اگر دولتین روس و انگلیس نبودن، امروز از بهائیت خبری نبود. حالا شاید یه بحثی باشه در اینکه آیا آغازگر این فتنه استعمار بود یا خود فرقه به وجود آمده بعد استعمار حمایت کرد. بحثی شاید این وسط وجود داشته باشه، اما اینها خیلی مهم نیست. اون چیزی که واضح و آشکاره این است که بدون حمایت روسیه تزاری و بدون حمایت انگلیس خبیث امکان در واقع رشد برای این فرقه وجود نداشت. در آغاز کار می‌بینیم که انگلستان و روسیه وارد فضای اجتماعی ایران میشن و رسیدن به اهداف کثیف خودشون دست به هر اقدامی میزنن که از مهمترین اقداماتی که انجام میدن کمک به فرقه ها و جریانات اجتماعی است که میتونه وحدت ملی رو نشانه بگیره و اونها رو به زعم باطل خودشون از میان برداره. با فرقه ضاله بهائیت هم با ادعایی که دارن در واقع با ادعای بابیت علی محمد شیرازی که خودش رو در واقع در جایگاه امام زمان میخواد قرار بده و زبان گویای امام زمان بشه. خب این نشون دهنده این است که این فرقه گمراه در واقع جایی رو هدف گرفته که مد نظر رو در اون نقطه هدفی که فرقه ضاله بهائیت انتخاب کرده دقیقاً در واقع همون نقطه‌ای است که مرکز مقابله جدی با استعمار. خب روحانیت بیدار و مرجعیت آگاه با هدایت جامعه باعث میشه که اهداف فرقه ها باعث میشه که اهداف استعمارگران به نتیجه نرسه و محقق نشود. بنابراین تولید فرقه ها و حمایت از اونها یک بحث بسیار جدی است. در این میان بهائیت هم نشون داد که جایگاه ویژه‌ای در این زمینه داره. یکی دیگه از اتهامات فرقه ضاله بهائیت تضعیف نظام سیاسی حاکم بوده. شما نگاه بکنید بهائیت از همون دوره قاجاریه تا به امروز همیشه در صدد نفوذ و دستیابی به رتبه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بوده. در واقع برای به دست گرفتن موقعیت‌های برتر در جامعه تلاش کرده. از دوره قاجار که در لایه‌های میانی حکومت در واقع نفوذ می‌کرد تا در دوره‌های بعدی، در دوره پهلوی مخصوصاً اینها دیگه خیز بلندی برداشتن به خاطر ارتباطاتی هم که با هیئت حاکمه داشتن و نفوذی که بر سر اربابان هیئت حاکمه. خب می‌دونیم که دولت رضا پهلوی به دست انگلیسی‌ها ایجاد شد. انگلیسی‌ها آوردنش و انگلیسی‌ها هم از مملکت پرتش کردن بیرون. خب با توجه به ارتباطات دیرینه بهائیت و انگلستان طبیعتاً اینجا رضا پهلوی ناچاره که مطیع و منقاد بهائی‌ها باشه و حضور بهائی‌ها رو در عرصه‌های سیاسی به طور آشکار در دوره ایشون شاهدیم. در دوره محمد رضا که دیگه افتضاح بیش از حد لزوم و تصور. ما می‌بینیم که دولت‌های روس و
انگلستان اون زمان اگر وجود ندارند، اما اسرائیل و آمریکا به عنوان حامیان جدید بهاییت در عرصه حضور دارند. و مخصوصا شما نگاه بکنید در عرصه نظامی و دفاعی چقدر عناصر بهایی در این فضا حضور دارند. شما نگاه بکنید به کتابی که دوست ارزشمندم جناب آقای شاداب عسکری، جناب سرهنگ شاداب عسکری نوشتن. این بزرگوار با توجه به اینکه خودشون هم نظامی بودن و محقق بسیار برجسته و توانمندی هم هستن، در این اثر به خوبی روشن میکنن جایگاه‌هایی رو که در واقع اعضای فرقه ضاله بهائیت در نظام دفاعی ایران به عهده گرفته بودن و به دست گرفته بودن. خب پست‌های فرماندهی رده بالا از سپهبدی تا سرلشکری تا رده‌های دیگه سازمانی رو در اختیار گرفته بودن. در عرصه‌های سیاسی هم همینجور این قضیه وجود داره. شما نگاه بکنید به قصه حضور فقط بهائیان در عرصه آموزش پرورش، نگاه کنید به حضور بهائیان در عرصه مثلا رسانه، نگاه کنید به حضور بهائیان در عرصه اقتصاد، نگاه کنید به حضور بهائیان در عرصه‌های مختلفی که حضور دارن. خب این حضور اینها و دسترازی اینها به ارکان قدرت نشون دهنده از یک به اصطلاح خیز بلندی است که این فرقه برای به دست گرفتن حاکمیت در دست خودش داره. نکته بعدی در مورد این فرقه تبلیغات مخرب و ایجاد تفرقه در اجتماع که گسل‌های اجتماعی رو تشدید میکنه و تلاش میکنه در واقع با توسعه خودش و تبلیغ فرقه ضاله خود، عرضم به حضور شما، با ادعاهای دروغینی که داره، مثلا یکی از ادعاهای دروغینی که فرقه ضاله بهائیت بیان میکنه بحث مثلا تساوی جنسیتی است که یک دروغ بسیار بزرگ و شرم‌آوره که حالا در جای خودش باید بهش پرداخت. یا مثلا بحثایی مثل صلح و لغو جهاد و که اینها ظاهر بسیار فریبنده‌ای دارن و باطن در واقع شیطانی فرقه رو نشون میده. عدم شفافیت در فعالیت‌های فرقه. این فرقه مانند یک نهاد در واقع امنیتی برخورد کرده از دوره خود میرزا حسین علی بها تا به امروز. وقتی که فرقه رو نگاه بکنید عملکردش به شدت غیر شفاف و مبهم و رازآلود بود. یعنی که انه با یک فرقه فراماسونی ما سر کار داریم. این فرقه روابط با نهادهای خارجی و اتهامش به جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به بیگانگان و حتی عرضم به حضور شما رفتارهای حضور فیزیکی و در واقع در میدان علیه یک جریان اقدام بکن. خب این عرضم به حضور شما اتهامات چندگانه‌ای که در این فرقه وجود داره. اما بحثی که امروز به صورت خاص مطرحه بهائیت و صهیونیسم. در واقع آیا بهائیت ستون پنجم ارتش اسرائیل غاصب هست یا نیست؟ یک سوالیه که بارها و بارها از ما پرسیده میشه. آقا این بهائیان خب تشکیلاتشون، ساختارهاشون، سازمانشون، مدیران ارشدشون در اسرائیل حضور دارند. آیا اینها ستون پنجم اسرائیل هستند یا نه؟ که ما قصد داریم به این مسئله بپردازیم. پیش هم عرض بکنیم که بله فرضیه ما این است و قطعی هم هست و به نتیجه هم رسیده و میدانیم که فرقه ضاله بهائیت در واقع فرقه است که ستون پنجم اسرائیل هست. ما در صدد اثبات این ادعا هستیم. خب اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم بایستی یک کمی صبوری بکنید و یک مثلا رهیافت تاریخی داشته باشیم به موضوع. یعنی اگر بخوایم بدون این رهیافت و بدون این در واقع پرداختن به تاریخ و بستر تاریخی ماجرا شاید ابهام زیاد باشه در مسیر راه. اما اگر به اصطلاح حوصله بکنن مخاطبین گرامی و ما بریم بپردازیم به موضوع تاریخی ارتباطات بهائیت و در واقع تشکیلات صهیونیسم، میتونیم عرضم به حضور شما درک بهتر و روشنتری از موضوع رو خدمت عزیزان ارائه بکنیم. ببینید اساساً یهود به علت این که خب به شدت نژاد پرسته و مخصوصاً صهیونیست‌ها دیگه بیش از حد نژاد پرستن و این نژاد پرستی و تمایلات نژاد پرستانشون باعث میشه که اینها از تبلیغ دیگران به کیش خودشون در واقع خودداری بکنن و اینها علاقه به اینکه دیگران رو بهایی و یهودی بکنن نداشته باشن. خب برای اینکه عرضم به حضور شما بتوانند در جوامع دیگه نفوذ بکنن
و بتونن ارتباطاتی بگیرن و کار خودشون رو پیش ببرن، ناچارند از فرقه سازی و حمایت از فرقه های انحرافی. خب فرقه سازی و بدعت‌گذاری در سایر مذاهب راهی است که بهاییت سالهاست در واقع راهی است که صهیونیسم و در واقع میشه گفت استعمار، که این استعمار هم تحت تاثیر صهیونیسم بوده. بعضی میگن آقا شما میاد و بحث استعمار رو مطرح میگید صهیونیسم. ببینید واقعیت مطلب اینه که شما بیاید به انگلستانی که به عنوان یکی از عناصر اصلی استعمار هست نگاه بکنید. وزارت امور خارجه انگلستان رو در طول تاریخ نگاه کنید، سلطه یهودیان در نهادهای سیاسی انگلستان حتی تا به امروز هم ادامه داره. سلطه یهودیان در نهادهای سیاسی امریکا تا به امروز هم ادامه داره. حتی در روسیه تزاری که در واقع دولت ارتدوکس مسیحی بود، اما یهودیان در ارکان و در لابلای این حکومت حضور دارند. در دولت عثمانی، در دولت خلافت عثمانی که در واقع یکی از به اصطلاح قطب‌های بزرگ اسلامی در روزگار خودش بوده، ما یهودیان رو در لابلای به اصطلاح ارکان حکومتی شاهدیم. شاید مثلا در حکومت عثمانی یهودیان پست سازمانی مشخصی نداشتن و در واقع به عنوان وزیر نبودند، اما اینها تأثیرگذارتر از یک وزیر گاهی اوقات عمل می‌کردند. مثلا شما نگاه بکنید سفیر انگلستان که در زمانی که حسین علی نوری رو به عکا تبعید کردند یهودی بود و این فرد در اعزام حسین علی به عکا و یاران حسین علی به عکا نقش بسیار ویژه‌ای رو ایفا کرد. مرحوم آقای موحد در کتاب تأملات به این مسئله اشاره کرده و اسنادش رو آورده که حالا در جای خودش باید بررسی بشه. حتی بررسی شده، من چون که خود بنده این بررسی رو انجام ندادم اینو عرض می‌کنم، ولی این استاد انقدر بزرگ و عظیم شأن و به اصطلاح توانمند هست که در واقع اثر ایشون رو به دیده قبول بهش نگاه بکنیم. به هر صورت یهودیان در لابلای ارکان حکومتی مختلف دست پیدا کرده بودن، از جمله عرض کردن در عثمانی پزشکانی که مورد اعتماد سلطان عثمانی نوعاً یهودیان و اینها تأثیر بسیار شگرفی روی روان و اندیشه اینها دارن. یعنی در گفتگوهایی که مطرح میکنن در اون به اصطلاح پچ هایی که در گوش خلفا و پادشاهان عثمانی داشتن، تاثیرگذاریش رو در تاریخ میبینیم. حتی اضمحلال عثمانی رو هم شاید بشه گفت میتوانیم به گردن همین طیف خبیث یهود بندازیم، حالا با شواهدی که وجود داره در جای خودش باز باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. پس اگر ما از استعمار حرف می‌زنیم در واقع داریم از یهود صحبت میکنیم. اینجا به اصطلاح این سوء تفاهمات نشه که چرا مباحث خلط میشن با هم. نه، خلط نمیشه. واقعیت‌هایی است که همه اینا قابل اثبات در جای خودش بود. در این وقت کم فرصت پرداختن به همه اینها را نداریم. خب حتی مثلا ما داریم که در جریان پروتستانیسمی که در مسیحیت اتفاق افتاد، بازم نقش یهود رو در به اصطلاح این اتفاق ما شاهد هستیم، چه در وقایع که باعث بروز این جریان شد، چه در وقایع بعدش و در واقع این توسعه فرقه‌ای که اتفاق افتاد. ارزم به حضور شما و جالب هم اینجاست که الان اکثر گروه‌هایی که در واقع طرفدار صهیونیسم هستن در دنیای مسیحیت که به صهیونیسم مسیحی معروفن، وابسته به همین طیفن و از این جریان نشأت می‌گیرن و میشه گفت که حضور پروتستان ها در امریکا، در کانادا، در استرالیا، در بخش‌های در واقع نویافته دنیای استعمار، اینها در واقع زمینه‌ساز سلطه یهود در دنیا میشه و باعث رشد و توسعه در واقع یهود و صهیونیسم هم قرار میگیرند. در ایران و مخصوصاً در عصری که مورد نظر ما هست، در این 200 ساله اخیر، عرضم به حضور شما، یهود در سرزمین ما اهدافی رو تعقیب میکرد و دنبال میکرد که در واقع میشه گفت که ابزار اونها و فرقه‌ای که در واقع مورد حمایت جدی اونها بود همین فرقه ضاله بهاییت بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با اون نگاه بسیار دقیق و باز و هوشیارانه‌ای که دارن، حضور بهاییت رو به عنوان یک حضور در واقع خطرناک به علمای اسلام و طبقات مختلف مردم یادآوری میکنن. شما نگاه کنید که حضرت امام تعابیری که نسبت به فرقه بهاییت داره جالبه. ایشون میگه که این یهودیان بهایی نما.
میگه این یهودیان بهایی نما، یا این در واقع بهاییان یهودی، یعنی از این تعابیر حضرت امام استفاده میکنه. جالبه امام در زمانی که داره بیانیه‌های سیاسی در واقع صادر میکنه یا داره سخنرانی‌های سیاسی میکنه، هیچ وقت بهاییت رو فرقه ضاله بهاییت از این تعابیری که نگاه مثلا اعتقادی بهشون هست استفاده نمیکنه و از کلمه حزب به اصطلاح جریان منفور بهاییت و یهودیت و از این به اصطلاح اصطلاحات استفاده میکنه، مگر در فتاواش که حالا اونجا نگاهی مقداری متفاوته. پس عرضم به حضور شما ما این رو عرض کردیم که از دیدگاه حضرت امام بهاییان در ایران ابزار جاسوسی نظام سلطه و ابزار جاسوسی اسرائیل هستند و اینها برای اینکه نفوذ مذهب شیعه و نفوذ روحانیت رو که در طی قرنها به وجود اومده از بین ببرند، عرضم به حضور شما این فرقه شیطانی رو در این کشور تقویت کردن و آرزو داشتن همونجوری که وهابیت در سرزمین حجاز توانست در واقع به قدرت برسه و اسلام رو به سمت و سوی ببره که شاهد هستیم و نیازی به هیچ توضیحی دیگه نداره، اونهایی که چشم بصیرت و بینایی دارن میتونن ببینن که وهابیت چه بر سر اسلام اون سرزمین ها آورد. نمیخواستم بهاییت هم در این سرزمین در بین جامعه شیعی و در ملک شیعی این اتفاق بیفته، اما غافل از این بودن که چشمان بیدار امامی در واقع در کنار این مردم هست و هرگز اجازه نخواهد داد که اون فتنه شیطانی در این سرزمین اتفاق بیفته و البته مردم بیداردلی هم که پشت سر امامشون حرکت کردن و در این مسیر گام برداشتن. ما میخوایم یک دریافت تاریخی به موضوع داشته باشیم و این موضوع رو از این منظر نگاه بکنیم که عرضم به حضور شما ارتباطات بین رهبران بهایی و سیستم استعماری رو داشته باشیم. وقتی که حسین علی نوری حالا به هر طریقی وارد سرزمین‌های فلسطینی شد و وارد عکا شد، اونجا ما می‌بینیم که حسین علی نوری به محض ورود به سرزمین‌های اشغالی شروع می‌کنه و یک سری مثلا پیشگویی‌ها رو بیان می‌کنه و نکاتی رو در اونجا مورد طرح قرار میده که من بعضی از اینها رو اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. عرضم به حضور شما در بیاناتی که بسخواهی میکنم از اصطلاح جستجویی که صورت میگیره، ببینید درزم به حضور شما در حرفایی که از رهبران بهاییت میشنویم میبینیم که مثلا شخص حسین علی نوری میاد و عرضم به حضور شما این که در واقع اسرائیل بناست و از فرزندان خلیل در واقع میخوان بیان و در سرزمین‌های فلسطینی و در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اقامت بکنن رو به عنوان یک بشارت مطرح میکنه و بارها این ادعا رو تکرار میکنه. شخص عبدالبها در به اصطلاح 17 ژوئن 1992 در به اصطلاح انگلستان میاد یک پیامی رو اونجا میده، یک بشارتی رو میده: مژده باد، مژده باد، نور شمس حقیقت طلوع نمود، مژده باد، مژده باد که صهیون به رقص آمد، مژده باد، مژده باد که اورشلیم الهی از آسمان نازل شد، مژده باد که بشارت الهی. یعنی اصطلاحات کاملا یهودی است. بعد در دنباله اینها ما نکات دیگری رو هم میبینیم. مثلا در سال 1900 ارزم به حضور شما 16-17 که در واقع اسرائیل فلسطین به تصرف انگلیسی‌ها در میاد و دیگه زمینه ظهور صهیونیست‌ها و حضور صهیونیست‌ها در فلسطین فراهم میشه، اینجا ما می‌بینیم که شخص عباس افندی دست به دعا برمی‌داره و میگه که اسرائیل عنقریب جلیل گردد و این پریشانی به جمع مبدل شود. شمس حقیقت طلوع نمود و پرتو هدایت بر اسرائیل زد تا از راه‌های دور با نهایت سرور به ارض مقدس ورود یابند. ای پروردگار، وعده خویش آشکار کن و سلاله حضرت جلیل را بزرگوار فرما. اینو در سال 1907 داره میگه.
نظر میخوام 1917 داره میگه. خب این آقای عبدالبها وقتی ما نگاه میکنیم که مثلا تشکیل دولت اسرائیل قاصد در سال 1948 یعنی 31 سال قبل از تشکیل اسرائیل داره این اتفاق میفته. پس وقتی که مثلا به اعضای فرقه ظاله بهاییت گفته میشه که شما در سرزمین فلسطین چه میکنید و شما در کنار اسرائیلی ها هستید، با پررویی تمام ادعا میکنن که ما اینجا بودیم، اینها آمدن کنار ما تشکیل شدن، که انهو در سال 1948 فرقه بهاییت همون سال اومده اونجا تأسیس شده. این نبوده که در سال 1948 ناگهانی اسرائیل تشکیل بشه. این سالها پیش زمینه داشته و یکی از زمینه‌هاش رو بهایی‌ها فراهم کردن. اساساً حضور یهودی‌ها در فلسطین مسبوق به یک سابقه طولانی است که نقش بسیار مهمی رو در واقع فرقه ظاله بهاییت در این میان داره. و خود عبدالبها البته زنده نموند، در سال 1300 از دنیا رفت و شاهد تشکیل حکومت فلسطین نبود، اما جانشینش شوقی ربانی با افتخار تمام اعلام سرور میکنه، اعلام خوشحالی میکنه از اینکه سرزمین فلسطین به تصرف اسرائیلیا در اومده و از کشور اسرائیل به رسمیت شناخته شده. و عبارت آقای شوقی افندی اینه که تشکیل دولت اسرائیل رو مصداق وعده الهی به ابنای خلیل وراث کلیم در واقع ایشون ازش نام میبره. خب اینجا آقای شوقی افندی پاسخ نمیده که حقوق ساکنان فلسطین پس چه میشود و صاحبان اصلی فلسطین چرا حق اونها نادیده گرفته میشه و چرا این بندگان خدا از کشورشون تارمار میشن و آواره میشن تا مثلا مصداق وعده الهی به ابنای خلیل وراث کریم. مگر شما نمیگید که ما فرقه‌ای هستیم که در واقع در تداوم ادیان هستیم؟ اگر در تداوم ادیان هستید و به قول باطل خودتون شما تکامل ادیان هستید، چرا این ارتجاع عجیب رو اینجوری قدر می‌نهید و اینجوری مورد علاقه شما واقع شده؟ یعنی اگر بر اساس ادعای دروغینی که دارید که در واقع هر دینی، این ادعا خب بالاخره از جهتی که اونها به زبان میارن عرض میکنن دروغین، چون دروغ میگن در این ادعا، و الا خب بله ادیان تکامل هم دیگه هستن. اگر ادیان تکامل هم دیگه و مکمل هم دیگه باشن، آقای میرزا عباس نوری که اینجا یا میرزا حسین علی هر کدومشون که میان در واقع خوشحالی میکنن، ابراز خرسندی میکنن از بازگشت یهودیا و صهیونها به سرزمین فلسطین، عرضم به حضور عزیزان اینجا بعد از یهود خب ما مسیحیت رو داریم، بعد از مسیحیت اسلام رو داریم. خب یعنی بازگشت یهود یعنی دو دوره برگشتن به عقب و یک ارتجاع عجیب و غریب. این اظهار خوشحالی چه معنایی داره؟ نکته دیگه که وجود داره که واقعا بهاییت رو به چالش میکشه، نقض اصولی است که خودشون عنوان میکنن. حسین علی نوری میگه که لیس الفخر لمن یحب الوطن، افتخار نیست کسی بگه من وطن دوستم. در اینجا میاد وطن پرستی رو زیر سوال میبره، وطن دوستی رو زیر سوال میبره، پاسداری و حمایت و نگهبانی از وطن رو زیر سوال میبره. میگه که لازم نیست شما پاسدار وطنتون باشید، پاسدار سرزمینتون باشید، افتخاری هم نیست، خوشحالی هم نداره. لیس الفخر لمن یحب الوطن بل الفخر لمن یحب العالم. افتخاری که انسان بگه من تمام دنیا رو دوست دارم. یه جای دیگه میگه که عالم یک وطن محسوب و من علل ارض اهل آن. دنیا یک وطنه و هر کس که روی این زمینه اهل این وطنه. خب شما که جهان وطنی و کاسموپولیتن هستید و ادعا میکنید که در واقع جهان یک وطن واحده، ابراز خوشحالیتون از جمع شدن یهود در سرزمین فلسطین چه معنایی داره؟ آیا این نقض ادعای در واقع بیوطنی شما نیست؟ شما که ادعا میکردید وطن معنایی نداره و تمام زمین وطن منه، وطن انسان هاست، اینکه یهودی‌ها دوباره برگردن به سرزمین فلسطین در واقع چه افتخاری داره و چه شوقی برای شما ایجاد میکنه؟ جز اینکه شما پیاده نظام و سربازان این جبهه در واقع ضد فرهنگی صهیونیسم هستید.
عبدالبها میگه که اصل وطن قلوب است، انسان باید در قلوب توطن کند نه در خاک. این خاک مال هیچ کس نیست، از دست همه بیرون میرود، اوهام است. خب اگر اوهامه پس شما چرا این ادعا رو میکنید؟ جالبه که این حرفا رو زمانی ایشون داره میزنه که بیگانگان با شدت تمام در سراسر ممالک اسلامی مشغول چپاولن، حتی در ممالک غیر اسلامی اومدن آفریقا، آسیا و نقاط مختلف رو در حال تصرفن. فرانسوی‌ها الجزایر و لیبی و نمیدونم ایتالیایی‌ها لیبی رو گرفتن، انگلیسی‌ها در هندوستان و در پاکستان و در ایران و در جاهای دیگه مشغول فعالیتن، روس‌ها در جای دیگه. و در این شرایط میاد از بی‌وطنی صحبت میکنه و این چیز خیلی عجیبی البته از این فرقه نیست. اما نکته‌ای که باز اینجا مد نظر باید قرار بگیره و بهش توجه بشه اینه که فرقه ظاهری بهاییت میاد رو به عنوان یه امتیاز حتی برای خودش نقل میکنه که ما اگر در واقع این ادعا رو میکنیم، این ادعا برای محبت به تمام بشریت و به تمام انسان هاست. من نمیخوام وارد بحثی بشم که به بحث نامربوط میشه، اما اینجا واقعا انسان گاهی اوقات ناچار بعضی نکات رو داخل پرانتز هم که شده عرض کنه. شما برید و تاریخ فرقه ظاهری بهاییت رو نگاه کنید، ببینید که رهبران این فرقه و مدیران ارشد این فرقه رفتار و برخوردشون و کلماتشون و جملاتی رو که گفتن در واقع نسبت به شرق و غرب عالم چگونه است. عبارت‌هایی که عباس افندی در مورد آمریکا گفته، عبارت‌هایی که عباس افندی در مورد انگلستان گفته، اینها رو مقایسه بکنید با عبارت‌هایی که در مورد سرزمین‌های اسلامی گفته. یک فرقه در واقع خبیث دروغین شیطانی است که با یک حرکت وارونه تاریخی همیشه در صدد اثبات ادعاهای خودش هست. عرضم به حضور شما اما نکته دیگری که باز من لازم می‌دونم به عنوان مقدمه بهش بپردازم و عرض بکنم، مخصوصا رفتار بهائیان در به اصطلاح رفتار بهائیان نسبت به تشکیل فلسطین در بعد از شکل‌گیری این فرقه ضاله است که البته یه نکته‌ای در واقع اینجا باز از گذشته محفوظ مون که اونم عرض بکنم و اون اینکه نقش مهم عباس افندی در واقع اشغال فلسطین نبایستی از نظر دور بماند. وقتی که نیروهای اشغالگر اومده بودند و در واقع می‌خواستن فلسطین رو اشغال کنند، در آثار بهایی هم جالب اینها همه منعکس شده. به رغم تلاش‌هایی که این فرقه ظاله بهایی به رغم تلاش‌هایی که فرقه ظاله بهاییت کرده برای اثبات در واقع برای نفی این ادعا و بگه که اینجوری نیست، اما واقعیتش اینه که نقش بهاییت در آثار خودشون هم منعکس شده و تلاش اونها هم برای پاک کردن این نقش در واقع بی‌ثمر هست. شما نگاه کنید وقتی که دولت انگلیس نیروی دریاییش آورده بود برای مقابله با ارتش عثمانی، اون زمان که نیروی هوایی بی‌معنا وجود نداشت، نیروی دریایی در واقع فعال بود و اینها اومده بودن در ارزم به حضور شما سواحل فلسطین برای مقابله با نیروی عثمانی و اشغال فلسطین. خب دولت مرکزی عثمانی هم که باز با فتنه‌گری همین یهودیان در معرض انقراض بود و داستان که جای خودش باید بررسی بشه بود یا افسران جوان و کمالات ترک و اینها حالا بگذاریم. اما از این طرف داستان اینا اومدن و گرفتار قحطی شدن، در واقع آذوقه‌ای برای جنگیدن باقی نمونده بود که فرمانده قشون انگلیسی شب میاد خونه عباس افندی و عباس افندی با گشودن درهای سیلوی گندمی که در واقع در اختیار داشت که در دوره‌ای که قبل از جنگ اینا رو ذخیره کرده بود چون آگاهی داشت از این فتنه و میدونست که انگلیسی‌ها قرار این کار رو انجام بدن، اومده بود گندم رو انبار کرده بود و از اون انبار آذوقه ارتش انگلیس رو تامین کرد. این در کتاب شاهراه حقیقت نوشته خانم لیدی بلنفیلد صفحه 210 اومده و اسنادش هم موجود، غیر قابل انکار هم هست، مگر اینکه ازم به حضور بهایی بخوام بگم که این چون لیدی بلنفیلد این تاریخ رو از زبان خود عبدالبها داره می‌نویسه، در واقع عبدالبها انشا کرده و ایشون نوشته. این نکته‌ای که وجود داره
این است که مگر بگن عبدالبها دروغ گفته که دیگه با خودشون میتونن هر ادعایی بکنن، اما این تو متنشون وجود داره و ثابت میکنه که اگر آذوقه عباس افندی به دست انگلیسی‌ها نمیرسید ارتش انگلیس شکست داده. اما نکته جالبی که اینجا هست اینه که بهاییان میگن که بعد از این ماجرا خب ببینیم که ارتش انگلیس میاد به عباس افندی یه مدال میده، لقب سر و نشان نایتهود، که این لقب سر و نشان نایتهودی که عباس افندی دریافت میکنه از اشغالگران کاملا یک معنای خیلی خاص و واضحی داره. این اول لقب سر به کسی میدن که اهل انگلستان نیست. خب این لقب سر مخصوص شهروندان انگلیسیه، یعنی در واقع عباس افندی از این تاریخ بعد دیگه شهروند انگلستان به حساب میاد. این یک. نکته بعدیش اینه که عرضم به حضور شما این مدال نایتهوده. نایتهود یک مدال نظامیه. چرا باید یک پیرمردی که مثلا رهبر معنوی یک گروه واجد شرایط دریافت یک مدال نظامی بشود؟ جز اینه که ایشون عملیات مهمی در تصرف و در اشغال فلسطین داشته و نقش مهمی در این اتفاق داشته، طبیعتاً نقش غیر قابل انکاری است که اتفاق افتاده و در واقع میشه گفت که فرقه ضاله بهاییت باعث سقوط فلسطین و افتادنش در دست انگلیسی‌ها و بعد هم حضور یهودیان بود. جالبه که بلافاصله بعد از اشغال سر هربرت ساموئل میاد و از طرف دولت استعمارگر انگلستان به عنوان فرماندار نظامی اونجا به کار گمارده میشه. این سر هربرت ساموئل در واقع یهودیه، هربرت ساموئیل. این آقای در واقع چون در افسانه‌های یهودی آمده که اولین پادشاه بعد از اینکه فلسطین برمیگرده به یهود شاه ساموئیل هست، اینا اومدن همین ساموئیل رو انتخاب کردن که در واقع تحقق وعده‌های یهودیان اتفاق افتاده باشه. و عباس افندی از دست این فرد یهودی در واقع مدال رو دریافت میکنه و دعایی هم که میکنه و برای جورج پنجم دعا میکنه که خداوند پرچم عدلش رو و خیمه عدلش رو در سراسر جهان بگستراند. جالبه بدون بهایی میگن که چون حضرت عبدالبها به فقرای حیفا و عکا در دوره اشغال و در دوره محاصره کمک اقتصادی کرده بود و نان و غذا در اختیار اونها قرار داده بود، ارتش انگلستان به اینها مدال داده. این دروغ رو جایی لطفاً بگید که مردم اونجا از اشغالگری، از استعمارگری، از چپاولگری ارتش انگلستان و ملت انگلستان و دولت انگلستان خبر نداشته باشن. هنوز هم این روحیه خبیث استعمارگری، این روحیه خودبرتربینی در این ملت وجود داره. شما همین در اتفاقات اخیر ببینید، در اوج به اصطلاح مظلومیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تجاوزی که صورت گرفته و در اوج اقتدار نیروهای نظامی ما که دارن بیچاره میکنن اسرائیل رو، ترویکای اروپایی میاد به وزیر امور خارجه ما پیشنهاد میکنه که غنی‌سازی رو به صفر برسونید، موشکات رو جمع بکنید، دسترسی کامل بدید. این روحیه خودبرتربینی که در این جریان خبیث وجود داره. اینهایی که میگن ما بمب اتم داریم و حق داریم داشته باشیم، ولی شما حتی انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هم نداشته باشید چون شاید یه روزی بمب باهاش بسازید. این جز خودبرتربینی چه معنی میتونه داشته باشه؟ بعد این افراد میان به خاطر کودکانی که امروز توسط اسرائیل خبیث هر روز دارن بمبارون میشن و کشته میشن، میاد مدال افتخار بده به عباس افندی. شما نگاه کنید جمله‌ای که صدر اعظم آلمان به زبان میاره خجالت آورتر از این جمله نیست که ایشون میگه که کارهای کثیفی که ما نمیتونیم انجام بدیم آقای نتانیاهو داره انجام میده. این نتانیاهو خبیث کثیف خودشون هم قبول دارن که این آدم به شدت کثافته. بعد میگه کارهای کثیفی که شون دارن تشکر میکنن ازش. بعد این افراد با این تفکر، با این اندیشه، با این روحیه، اینا میان دلسوز کودکان عکا و حیفا میشن. غیر قابل باوره. جز یک به اصطلاح جوک غم انگیز و به اصطلاح ناراحت کننده چیز دیگه ای نیست. یک طنز تلخی است در واقع این دروغی که بهایا به زبان میارن. بعد جالبه همون کسی که عباس افندی براش دعا میکنه جورج پنجمه. اللهم اید آهل الانکلترا الامپراتور الخامس الامپراتور جورج الخامس. خب این جورج خامسی که آقای عباس افندی میاد براش دعا میکنه، جالبه بدون تاریخ رو بخونید، تاریخ که هست، من جلو دوربین که نمیتونم اینجا بهشون دروغ بگم، برید نگاه بکنید گاندی با کی مبارزه میکرد برای استعمار هندوستان؟ همین جورج پنجم و پادشاهان پس پیش اینا بودن که
انگلستان رو هندوستان رو تصرف کرده بودن و استعمارگری میکردن اونجا و نان گلوی مردم بیچاره هندوستان رو از گلوشون میکشیدن که به ثروتمندان انگلیسی بدن. هنوز هم بخش عمده از ثروت هندوستان به علت متاسفانه ضعف سیاسی حاکم بر این کشور در اختیار انگلیسی ها و در اختیار اروپایی است. اما باز گاندی مرد بزرگی که حتی مسلمان هم داره آزادمرد بود، این آزادمرد حداقل این برخورد رو با اینا کرد و به ما نشون داد که بهاییت در واقع جیره‌خوار کسی است مثل جورج پنجم و در واقع خب این واقعیتی که در واقع بهاییت و در واقع صهیونیسم تا اینجا خدمتتون عرض کردم، یعنی از بشارت‌های رهبران در واقع بهایی نسبت به حضور صهیونیست‌ها در فلسطین تا مراحل بعدی که اتفاق میفته و به زمان ما میرسه، عرضم به حضور شما یک بخش ماجرا بود. اما بخش دیگه در بعد از تشکیل دولت عرضم به حضور شما اسرائیل هست. وقتی که عرضم به حضور شما سازمان ملل در سال 1947 یعنی یک سال قبل از تشکیل اسرائیل قاصد کمیسیونی رو برای ارائه نظر در مورد آینده فلسطین به منطقه اعزام میکنه، آقای شوقی ربانی که موقع رهبر بهاییان بود یک نامه به این کمیسیون مینویسه و یهودیان رو بیش از مسلمانان و مسیحیان نسبت به بیت المقدس محب معرفی میکنه و مدعی میشه که از این نظر تنها بهاییت همسنگ با یهودیت هست. این در واقع میاد یک امتیاز برای یهودی‌ها قائل میشه به عنوان اینکه بالاخره اربابش هستند و بایستی امتیاز براشون قائل بشه و برای اینکه بعداً در واقع جایی هم برای خودش داشته باشه بهاییت رو همسنگ با یهودیان در این مقطع میاد و معرفی میکنه و بیان میکنه. خدمتتون عرضم که بعد از اینکه دولت اسرائیل هم شکل میگیره و این اتفاق میفته، روابط بین دولت انگلستان، دولت اسرائیل قاصد و بهاییت کاملا با هم دیگه دوستانه و صمیمانه است تا به همین امروز هم این دوستانه و صمیمانه بودن ادامه پیدا کرده. وقتی که آیزاک بنزوی اولین به اصطلاح رئیس جمهور اسرائیل آمد و به قدرت رسید در فروردین 1332 شمسی، ایشون یک سری میره به حیفا و در واقع یک سفر استانی و در اونجا از مقابر بهایی و تشکیلات بهاییت هم دیدار میکنه و با شوقی افندی هم دیدار به خصوص و اختصاصی رو در واقع اونجا برگزار میکنه. در این دیدار شوقی اولا نظر مساعد تمایل تشکیلات بهاییت و آحاد جامعه بهایی رو نسبت به اسرائیل اعلام میکنه و اعلام وفاداری میکنه به اسرائیل و آرزوی بهاییان رو ترقی و سعادت اسرائیل معرفی میکنه. حالا تو متنایی که از من دارم چند تا متن رو با هم ترکیب میکنم که کمتر وقت بگیره و رئیس جمهور اسرائیل هم میاد و از اقدامات و تلاش‌های بهاییان برای پیشرفت اسرائیل ابراز خوشنودی میکنه و آرزوی قلبی خودش رو برای موفقیت بهاییان در اسرائیل و سراسر گیتی اعلام میکنه و جالبه یه خاطره هم نقل میکنه اونجا و خطاب به شوقی افندی میگه که یه درختی رو نشون میده، ظاهرا درخت زیتونی بوده که در یه فاصله از اون بالکنی که شوقی و بنزوی ایستاده بودن، میگه که 40 سال قبل من و پدر بزرگ تو، گوش کنید، 40 سال قبل من و پدر بزرگ تو عباس افندی زیر اون درخت درباره آینده این سرزمین با هم گفتگو میکردیم. این یعنی چی؟ یعنی این دروغی که بهایی میگن که ما در فلسطین بودیم اسرائیل آمد آنجا، نه، شما هم پای هم دیگه اسرائیل خبیث رو ایجاد کردید و شما هم به همون اندازه تقصیر دارید که صهیونیست‌ها دارن. این اعترافاتی است که در منابع خودتون اومده و جالبه که اولین بیت العهد هم که تشکیل میشه در اون روزگار تنها یک نفر ایرانی که تابع دولت ایران هست عضوش هست، آن یک فرد یهودی به نام لطف الله حکیمی که ایشون به کیش بهاییت در اومده. و حالا من یک بخشی رو واقعا فراموش کردم بگم و اون به اصطلاح در دوره عبدالبها و اواخر دوره بها و در دوره عبدالبها جمع کثیری از بهاییان یهودی هایی بودن که بهایی شدن
یعنی اگر ما بخواهیم امروز اونهایی که به صورت تاریخی یهودی هست بهایی هستند، یعنی کسانی که چند نسلشون یهود بهایی بوده، به یهودی بودن اونها میرسیم. یعنی خاندانهای مؤثری از تشکیلات در واقع بهاییت ریشه و تبارشون به یهودی ها برمیگرده و این چیزی هم نیست که غیر قابل انکار باشه. یهودیان کاشان به صورت دست جمعی به جز چند خانواده اومدن و بهایی شدن. یهودیان همدان تقریبا میشه گفت بیش از نیمی از یهودیان همدان اومدن و بهایی شدن که چهره‌های عرضم به حضور شما شاخصی هم در بین اونها بود، مثلا میرزا مهدی گلشنی که خاندان فعلی گلشنی هم مربوط به اونها هستن، که همین مهدی گلشنی که الان سایت مسقال رو در واقع در اختیار داره و در نرخ ارز هم متاسفانه وقتی به اوقات مرجع بعضی از افراد میشه و تاثیرگذاری داره در بازار ارز کشور ما هم، ایشون ارزم به حضور شد نوادگان همین گلشنیه که میرزا مهدی همدانی است که کتاب گلشن حقایق رو نوشته، به این نام معروف شدن. یعنی یهودیان در اصلا بدنه بهاییت رو هم یهودیان به اصطلاح بهش قوام بخشیدن و بهش تنه قابل اعتنایی رو دادن، و الا این فرقه شاید اگر یهودیان نمیدن و درش نفوذ نمیکردن رشد نمیکرد. جالب بدونید که حالا بعضی میگن خب پس یهودی‌ها چجور دینشون رو عوض کردن. من به این تغییر دین معتقد نیستم واقعیتش. وقتی که یهودیان سالها آنوسی بودن، یعنی ظاهر تظاهر به مسلمانی میکردن، هیچ استبعادی هم نداره که اینها تظاهر به بهایی بودن بکنن. و جالب بدونید یکی از مثالهاش مثلا اینه، همین آقای ثابت پاسال که کلان سرمایه‌دار بهایی بود در دوره قبل از انقلاب، ایشون وقتی که مرد در اسرائیل در تل آویو خیابون به نامش نامگذاری شد. خب چه معنی داره یک یهودی بهایی شده در کشور مثلا یهودی‌ها خیابون به نامش نامگذاری بشه؟ که نشون دهنده عرضم به حضور شما اون ادعایی است که بنده حقیر دارم که یهودیت و بهاییت پیوندهای بیش از آنچه که ما تصور می‌کنیم دارن. درصد قابل توجهی از بدنه بهاییت واقعاً از یهودیانه، و اینکه من میگم بعضی از اینا تظاهر به یهودی بودن میکردن، یکی از مثالاش اینه. آیتی در کتاب کشف الهیلش آورده، در جای دیگه هم هست که در همدان 2 تا محفل بود، محفل بهاییان توراتی و محفل بهاییان فرقانی، که در واقع این 2 تا محفلی که وجود داشت نشون دهنده این بود که یهودیانی که ادعای وحدت دارند، ادعای همراهی و هماهنگی دارند، در واقع اینها یک ساختار متحد یگانه‌ای نیستن و در واقع اون دروغی است که یه عده‌ای باور کردن شدن بهاییان به اصطلاح عادی، و یه عده‌ای که از این قضیه دارن به نفع خودشون سوء استفاده میکنن. چقدر وقت داریم انتظار کنیم؟ 10 دقیقه کلاً باقی مونده. 11 چون بعضی جا اذان ظهر هم زودتر شد هستش. پس ما باید 2 تا برنامه داشته باشیم که اونم نمیرسیم. خب ما خدمت دوستان عزیز عرض بکنیم مقدمه رو لازم بود عرض بکنیم، حالا ولی فکر میکنم که بحث اصلی ما که در واقع پرداختن به این بود که بهاییت ستون پنجم اسرائیل در کشور هست، باقی موند که حالا یه جلسه به زودی، حالا اگر بشه فردا یا پس فردا، هر موقع که دوستان صلاح بدونن انشاءالله بیایم به خدمتتون داشته باشیم که عرضم به حضور شما این بحث رو با هم دیگه بتونیم تمامش کنیم. اما به صورت این چند 8 دقیقه‌ای که وقت داریم در پایان بحث، من نمیخواستم اینو بگم ولی حالا که اینقدر از وقت باقی مونده و نمیتونیم وارد بحث اصلی بشیم، اینکه یکی از در واقع زمینه‌های پیوند بهاییت با صهیونیسم عرضم به حضور شما سازمان فراماسونری. خب سازمان فراماسونری که حالا دیگه میشناسید اهدافش رو، ویژگی‌هاش رو، شناسه‌هاش رو، دیگه اینجا پیرامون اونها من بحثی نمی‌کنم مگر اینکه سوالی باشه که مثلا اونجا جواب بدم. اما تعلیمات بهاییت و آموزه‌هایی که این فرد مطرح می‌کنه به شکل عجیبی شبیه به تعلیمات و آموزه‌های این ساختار شیطانی فراماسونری است که مثلا جدایی دین از سیاست، تساهل و تسامح، همون تولرانس، تشکیل حکومت واحد جهانی، تطابق دین با عقل و
عرضم به حضور شما تساوی حقوق زن و مرد ادعاهای این چنینی که عمدتاً عرضم به حضور شما اشتراکات مفهومی زیادی با خدمتتون عرض بکنم که فراماسونی داره. و جالبه که در ایران ما حداقل نخبگان فراماسونری بهایی بودن. یعنی مثلا شما نگاه کنید عباس افندی در سفری که به امریکا میره در واشنگتن مهمان علی قلی خان نبیل الدوله است. علی قلی خان نبیل الدوله یک بهایی کاملا آرامدار و شناخته شده است. یعنی هیچ کس در بهایی بودن این فرد شکی نداره، همونجوری که هیچ کس در فراماسون بودن این فرد شکی نداره. علی قلی خان حالا سابقه تاریخیش هم بسیار سابقه زننده و زشتی هست که از سرشار از خیانته و زمانی هم که عباس افندی به واشنگتن رفته بودشون در واقع به صورت کاملا غیر واقعی خودش رو به عنوان سفیر ایران در اونجا معرفی کرده بود و در این جایگاه حتی به دیدار و ملاقات افراد مختلف میرفت. خب این از نخبگان جامعه فراماسونری ایران. یا مثلا ابراهیم حکیمی یا ذبیح الله قربان که رئیس دانشگاه شیراز هم بوده سالیان طولانی و در زمان جشن‌های 2500 ساله جایگاه ویژه‌ای در این زمینه داشت. چهره‌های مهم فراماسونری است و درجه 33 رو داره. یا احسان یار شاطر یا امیر عباس هویدا یا پری عباس انتی و چهره‌های مؤثر دیگری که از اینها میشه نام برد. نکته دیگه بحث همراهی فراماسونری و بهاییت با همدیگه است. وقتی که عباس افندی سفر غرب رو رفت، عباس افندی میدونید که یک سفر تقریبا 3 ساله به غرب داشت که بخشی از این سفر رو در اروپا و بخشش رو در امریکا گذروند. چون از حیفا رفت به اسکندریه و به اروپا رفت، برگشت به اسکندریه و مجددا به آمریکا رفت و بعد برگشت به حیفا که در این سفر تقریبا 3 ساله و 3 سال اندی طول کشید. ایشون میشه گفت که مهمترین مبلغین عباس افندی در شهرهای مختلف در جایی که میرفت فراماسون ها بودن و در واقع ایشون به عنوان یک نماد مذهب جدید انسانی و نمادی از اون تفکرات فراماسونری شناخته میشد و کارگردان اصلی نمایش هم انجمن جهانی تئوسوفی بود که یکی از محافل در واقع جانبی فراماسونری در غرب. خب تشکیلات تئوسوفیستی که بخوایم در موردش صحبت بکنیم باز به اصطلاح نیاز به توضیح جداگانه داره. خب خانم هلنا بلاواتسکی و جیمز ولکات که اینا در واقع بنیانگذاران این انجمن جهانی تئوسوفی هستند، اینها روابط بسیار نزدیکی با آقای عباس افندی عبدالبها دارند. عبدالبها جالبه که نکاتی رو که در مورد اینها میگه خیلی جالبه. در کتاب خطابات جلد 2 صفحه 98 میگه امیدوارم بین بهاییان و تئوسوفی ها نهایت الفت و محبت حاصل شود به جهت اینکه مقاصد هر دو یکی است. ببینید با جریان یک از فرقای فراماسونری دیگه میگه مقاصد ما با فراماسون ها یکی است و آرزوی هر دو یکی است، در احساسات روحانیه مشترکن. یا در بسیار نطق دیگه که در سال 1911 به مدیر روزنامه فراماسون و تئوسوفی داره میگه که هو الله تحیت محترمانه مرا به جمعیت تئوسوفی برسان و بگو شما فی الحقیقه خدمت به وحدت عالم انسانی نموده اید، زیرا تعصب جاهلیه ندارید، آرزوی وحدت بشر دارید و امروز هر کس به وحدت بشر خدمت کند در درگاه احدیت مقبول است. باز دوباره در انجمن تئوسوفی نیویورک میگه که هو الله از احساسات جناب رئیس نهایت خوشنودی را دارم، از احساسات کلیه ایشان نهایت سرور رو دارم به جهت اینکه مقاصدمان یکیست و آرزویمان یکی. خب اینجا کاملا به صورت واضح و آشکاری ما شاهد عرضم به حضور شما نقش مؤثر بهاییان و صهیونیست‌ها در کنار هم دیگه بودیم. جلسه بعد انشاءالله پیرامون این که بهاییت ستون پنجم دشمن محسوب می شود یا خیر به تفصیل نکات رو خدمتتون عرض کنم همراه با شواهدی که وجود داره. اجمالاً خیلی کوتاه عرض بکنم که بعضی ممکنه بگم که خب حالا بهایی ها با بهاییت متفاوتن. این حرفا واقعا ناشی از ناشناخته بودن این فرقه پیش بعضی از افراد مدعی است.
چیزی بین ما بین بهاییت و بهاییان ما نداریم. چرا ممکنه افراد فریب خورده باشن؟ بله ما قبول داریم افرادی هستن فریب خورده، همونجوری کسی فریب سازمان منافقین رو بخوره، کسی فریب سازمان‌های انحرافی و تروریستی رو بخوره. اما این که ما بخوایم بگیم که یک بهایی عامل استعمار نیست، نه که آحاد جامعه با، چون بهاییت یک تشکیلات از ساختاری است که کلی است و هر عملی که در واقع تشکیلات انجام میدهد به عهده کل اعضای تشکیلات. از اون به اصطلاح طبیعتا ما در این قیاس مثل اونها شیطانی فکر نمی کنیم که کودکان خردسال رو هم مقصر این داستان بدانیم، اما اونهایی که کودکان خردسال رو با این فرقه همراه میکنن اونها رو مقصر میدونیم. اونهایی که مانع درک حقیقت برای اعضای جاهل میشن اونها رو مقصر میدونیم. ما معتقدیم که فرقه ضاله بهاییت یک کلی است که این کل با اجزایش به تمامه در تمام فتنه ها به اصطلاح که انجام میدهد، تمام اعمالی که انجام میده به اصطلاح سهیمه و شریکه و نمیتوان کسی رو از این قاعده مستثنا کرد. فرقه دینی نیست. بهاییت به هیچ وجه فرقه دینی نبوده، نیست و اساسا نمیتواند بشود. حالا دلایلش هم اگر بخواید در یک برنامه جداگانه میشه بهش پرداخت و کاملا توضیح داد که چرا بهاییت دین نیست و چرا نمیتواند حتی تظاهر به دین بودن هم بکند. حالا اینا در جای خودش بحث میکنیم، اما اجمالا این که در بحث ستون پنجم حالا من از طرف خودم میتونم وعده بدم که آماده هستم برای فردا یا پس فردا. حالا دیگه دوستان امکانات و شرایط دیگر اجازه بده ان شاءالله تلاش میکنیم برای فردا، اگر نشد برای پس فردا حتما در خدمتتون باشیم. اگر دوستان هر گونه انتقادی به حرفای بنده دارن و هر مثلا ایراد و اشکالی دارن با بزرگواری و محبت خودشون اولا ببخشن برای بنده حقیر و ثانیا اگر لازم میدونن که بنده خودم رو اصلاح بکنم و درست‌تر صحبت بکنم با روی گشاده و در واقع سینه باز از همه شما عزیزان استقبال میکنم و تشکر میکنم. امیدوارم که جلسه بعد که خدمتتون برسم نوید و بشارت و اساساً خبر پیروزی ارتش اسلام در این نبرد در واقع با رژیم اشغالگر قدس خدمتتون بدم. البته در این جنگ هم ما با اسرائیل نمی جنگیم، ما در این جنگ با خود امریکا در حال جنگیم، در این جنگ با جهان سلطه در جنگیم، هرچند که تظاهر و ظاهر جلسه مثل زمان دفاع مقدس که 8 سال دفاع مقدس که با مثلا صدام و عراق می جنگیدیم و در واقع با ابرقدرت‌های شرق و غرب می جنگیدیم. الحمدلله رب العالمین روزهای سخت گذشته و امروز با اقتدار جمهوری اسلامی قطعا پیروزی از آن شما ملت عزیز و شریف خواهد بود و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه امید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.